به این چهره ها نگاه کنید. فکر میکنین که این افراد در چه سنی هستند؟ 30 سالگی؟ 35 سالگی؟ باور کنید همه این افراد 50 ساله یا حتی بیشتر هستند. اگه میخوای راز جوان موندن در سن 50 سالگی رو بدونی، پس تا آخر ویدیو همراه من باشید. سلام، به کانال زندگی بهتر پس از 40 سالگی خوش اومدین. در این ویدیو شما یاد میگیرین چی کار کنین و چی کار نکنین که در 50 سالگی مثل 30 ساله ها به نظر بیاین. لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنین، زنگوله رو هم بزنین تا از ویدیوهای بعدی جا نمونید. شاید فکر کنید این یک موهبت ژنتیکیه یا فقط برای سلبریتی ها ممکنه. اما علم میگه داستان چیز دیگری. تحقیقات جدید نشون میده روند پیری بدن ما یک نواخت نیست و از یک نقطه عطف بسیار مهم عبور میکنه. تحقیقی که به تازگی در نشریه معتبر سل منتشر شده نشون میده که روند پیری بدن از حدود 50 سالگی شتاب بسیار تندتری میگیره. پس چطور میشه بعضی افراد در این سن حتی از 30 سالگی خودشون هم جوان‌تر به نظر برسن؟ پاسخ این سوال یک راز مخفی نیست، بلکه مجموعی از انتخاب‌های آگاهانه است که از امروز میتونید شما هم انجام بدید. در این ویدیو بر اساس پژوهش‌های علمی و با در نظر گرفتن شرایط زندگی به شما خواهیم گفت چگونه نه تنها در ظاهر بلکه در سلامت کلی بدنتون معجزه کنید. برای جنگیدن با دشمن اول باید آن را بشناسید. برخلاف تصور عموم، پیری یکباره در 60 سالگی اتفاق نمی‌افتد. بدن انسان از دهه سوم زندگی به تدریج وارد فاز افت عملکرد می‌شود. اما یک تغییر بزرگ در سطح مولکولی بدن رخ می‌دهد. دانشمندان آکادمی علوم چین با بررسی هزاران نمونه بافتی دریافته‌اند که در بازه سنی 45 تا 55 سال بسیاری از بافت‌های بدن وارد مرحله از بازسازی عمیق در سطح پروتئین‌ها می‌شوند. در این دوره بافت‌های حساسی مانند رگ‌های خونی، لوزالمعده و طحال بیشترین تغییرات را تجربه می‌کنند. این یعنی اگر در این دهه از زندگی به طور خاص مراقب سلامت خود نباشیم، پایه‌های بیماری‌های آینده ریخته می‌شود. اما در نقطه مقابل، اگر هوشمندانه عمل کنیم، می‌توانیم این گذر پرچالش را به یک فرصت طلایی برای جوانسازی تبدیل کنیم. راز افرادی که جوان می‌مانند بر 3 ستون اصلی استوار است. این موارد فراتر از کرم‌های گران قیمت به سلامت درونی بدن شما برمیگردد. ستون اول، تغذیه هوشمندانه و مبارزه با قند پنهان. تحقیقات به طور واضح نشون میده که قند و شکر پروسه پیری را به شدت سرعت میبخشد. در رژیم غذایی ایرانی ما با قندهای پنهان در نوشابه‌ها، شیرینی‌ها، نان‌های سفید، برنج و حتی سس مواجهیم. راهکار جایگزینی است. به جای اونها میوه‌ها و سبزیجات تازه که از آسیب سلولی جلوگیری میکنن مصرف کنیم. به خاطر داشته باشین مرطوب نگه داشتن پوست نیز از درون با نوشیدن آب کافی آغاز می شود. ستون دوم، تحرک هدفمند برای حفظ حجم عضلانی و تراکم استخوان. با گذر از 30 سالگی بدن به طور طبیعی شروع به از دست دادن توده عضلانی و تراکم استخوان می کند. این روند در دهه 5 زندگی شدت می گیرد. اما ورزش منظم به ویژه تمرینات مقاومتی سبک و پیاده روی تند قوی ترین سیگنال رو به بدن شما میفرسته که ایست، نیازی به تحلیل رفتن نیست. حتی اگر روزی فقط 20 دقیقه وقت بذارید، همین زمان کوتاه هم میتونه معجزه کنه. ستون سوم، مراقبت از سلامت روان و مدیریت استرس. شاید تعجب کنید، اما سلامت روان مستقیما بر جوانی ظاهر شما اثر میگذارد. یک مطالعه در تهران نشان داد که سلامت خودارزیابی شده بیشترین تأثیر را بر رضایت از زندگی افراد دارد. استرس مزمن هورمون‌هایی در بدن ترشح می‌کنه که به کلاژن پوست آسیب می‌زنه و روند پیری داخلی را سرعت می‌بخشه. در جامعه پرچالش امروز ایران، پیدا کردن تکنیک‌های ساده برای مدیریت استرس، چه با گوش دادن به موسیقی، چه با چند دقیقه نفس عمیق یا معاشرت با دوستان خوب، یک سرمایه‌گذاری ضروری برای جوان ماندن است. گاهی پیشگیری بهترین درمان است. از این اشتباهات رایج که علم اونها رو رد کرده دوری کنید. بی‌توجهی به دندان‌ها. از دست دادن دندان نه تنها بر ظاهر چانه و لب‌ها تأثیر منفی می‌گذارد، بلکه می‌تواند منجر به کوچک شدن سایز چانه شما در بلند مدت شود.
استفاده نکردن از ضد آفتاب. محافظت از پوست در برابر باد، سرما و مخصوصا نور خورشید با استفاده از ضد آفتاب یک امر غیر قابل چشم پوشی. تزریق‌های بی‌رویه. مطالعات نشان می‌دهند تزریق بوتاکس می‌تواند تحلیل استخوان را افزایش دهد. همیشه برای اقدامات زیبایی با متخصصان مجرب مشورت کنید. همانطور که دیدین، جوان‌تر نشون دادن در 50 سالگی یک راز سحرآمیز نیست. این یک مسیر هوشمندانه است که از امروز میتونین شروع کنید. شناسایی نقطه عطف پیری در 50 سالگی، تمرکز بر تغذیه سالم، تحرک هدفمند و مراقبت از سلامت روان. این سفر یک ماراتون است، نه دوی سرعت. با برداشتن قدم‌های کوچک اما پیوسته می‌توانید در 50 سالگی نه تنها جوان‌تر به نظر برسید، بلکه از نظر جسمی و روحی قوی‌تر و شاداب‌تر از گذشته هم باشید. اگه این مطالب برای شما مفید بود، حتما ویدیو رو برای دوستان خودتون که به سلامتی و جوان موندنشون اهمیت میدین ارسال کنید. همچنین در بخش نظرات بنویسین که شما چه تکنیک‌هایی برای جوان موندن میشناسین. نظرات شما میتونه برای دیگر مخاطبان بسیار ارزشمند باشه. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.